إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزکاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز برپا می‌دارند و از آن چه به ایشان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان می‌آورند و به روز رستاخیز یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. آنان از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند و آنانند که رستگارند. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. برای کافران یکسان است که آنان را بیم دهی یا ندهی، در هر حال ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. الله بر دلها و گوشهایشان مهر زده است و بر چشمهایشان پرده است و برای آنها عذاب بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. گروهی از مردم هستند که میگویند به الله و روز رستاخیز ایمان آورده ایم، در حالی که ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آنان گمان می‌کنند الله و مؤمنان را فریب می‌دهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمی‌دهند ولی نمی‌فهمند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. در دلهای آنان بیماری است و الله بر بیماری آنان افزود و به خاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند عذاب دردناکی در پیش خواهند داشت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و هنگامی که به آنها گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند ما فقط اصلاح کننده ایم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه باشید آنها همان مفسدانند ولی نمیفهمند.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. و هنگامی که به آنان گفته شود ایمان بیاورید چنان که مردم ایمان آورده اند میگویند آیا ایمان بیاوریم چنان که بیخردان ایمان آوردند؟ آگاه باشید آنها همان نابخردانند ولی نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم و هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شماییم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله آنان را مسخره می کند و در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، پس تجارتشان سودی نداد و هدایت یافته نبودند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. داستان اینان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف او را روشن ساخت الله نورشان را بگرفت و در تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کرانند، گنگانند، کورانند، پس باز نمی گردند. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا همچون بارانی است که از آسمان فرو ریزد و در آن تاریکی ها و رعد و برق باشد و آنها از ترس مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان فرو میبرند تا صدای صاعقه را نشنوند و الله به کافران احاطه دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمانشان را برباید، هرگاه که برای آنها روشن شود در روشنایی آن راه می روند و چون تاریک شود در جای خود بایستند. و اگر الله بخواهد گوش و چشمانشان را از بین می برد، چرا که الله بر هر چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آن کس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی شما باشد، بنابراین برای الله همتایانی قرار ندهید در حالی که حقیقت را میدانید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقین. و اگر درباره آنچه بر بنده خود محمد نازل کرده ایم در شک و تردید هستید، سوره ای همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از الله فراخوانید اگر راست میگویید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. پس اگر چنین نکردید و هرگز نتوانید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن مردم و سنگ هاست و برای کافران آماده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که از زیر درختان آن نهرها جاری است. هر زمان که میوه‌ای از آن به ایشان داده شود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود و میوه‌هایی همانند آن آورده شود و برای آنان همسرانی پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. به راستی الله از این که به پشه‌ای یا بالاتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل حق است از طرف پروردگارشان و اما آنهایی که کافرند می گویند الله از این مثل چه خواسته است؟ الله گروه بسیاری را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند و تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون. کسانی که پیمان الله را پس از محکم ساختن آن می شکنند و آنچه را که الله دستور داده برقرار سازند قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند، اینها زیانکارانند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه به الله کافر می شوید در حالی که شما مردگان بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اوست که همه آنچه را که در زمین است برای شما آفرید، آنگاه به آسمان پرداخت و آنها را به صورت 7 آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ در حالی که ما تسبیح و حمد تو را به جای می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود یقینا من چیزی می دانم که شما نمی دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. و نامها را همگی به آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست گویید نامهای اینها را به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتگان گفتند منزهی تو، ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمیدانیم، تو دانای حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمود ای آدم آنان را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنان را آگاه کرد الله فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و نیز میدانم آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را پنهان میداشتید.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. به یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از نعمتهای آن از هر جا می‌خواهید گوارا بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان موجب لغزش آن دو شد، سپس آنان را از آن چه در آن بودند بیرون کرد و گفتیم همگی به زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن بعضی خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی فرا گرفت و الله توبه او را پذیرفت، چرا که الله توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همگی از آن فرود آیید، پس هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و کسانی که کافر شدند و نشانه های ما را دروغ پنداشتند آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل، نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و حق را با باطل نیامیزید
و حق را پنهان نکنید در حالی که حقیقت را می‌دانید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و با نمازگزاران نماز بخوانید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید در حالی که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی که آن جز بر فروتنان دشوار و گران است. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آن کسانی که یقینا می‌دانند دیدار کننده پروردگار خویشند و به سوی او باز می‌گردند. یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتكم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز این که شما را بر جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که کسی چیزی از عذاب الله را از کسی دفع نمی کند و از او شفاعت پذیرفته نمی شود و نه غرامت و فدیه گرفته می شود و نه یاری می شوند. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و به یاد آورید هنگامی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم، آنان شما را به بدترین صورت آزار و شکنجه می‌دادند. پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را برای کنیزی زنده نگه می‌داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان برای شما بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و به یاد آورید هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما می نگریستید. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب وعده گذاردیم، آنگاه شما بعد از او گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، باشد که سپاسگزاری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
و نیز به یاد آورید هنگامی که به موسی کتاب تورات را که جدا کننده حق از باطل است عطا کردیم باشد که هدایت شوید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با انتخاب گوساله برای پرستش به خود ستم کرده اید. پس به سوی آفریدگار خود بازگردید و توبه کنید و خطاکاران خود را بکشید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. آنگاه الله توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله را آشکارا ببینیم. پس صاعقه شما را گرفت در حالی که عذاب خود را می نگریستید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم باشد که سپاسگزاری کنید. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و ترنجبین و بلدرچین بر شما فرو فرستادیم و گفتیم از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید، ولی شما کفر ورزیدید. آنها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می نمودند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که گفتیم به این شهر وارد شوید و از نعمتهای آن از هر جا و هر وقت که خواستید بخورید و با فروتنی از دروازه وارد شوید و بگویید پروردگارا گناهانمان را فرو ریز، چنین بگویید تا گناهانتان را بیامرزیم و یقیناً بر پاداش نیکوکاران خواهیم افزود. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن کلمات مسخره آمیزی گفتند. لذا بر ستمگران به سزای این نافرمانیشان عذابی از آسمان نازل کردیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به یاد آورید هنگامی را که موسی برای قوم خیش آب خواست، پس گفتیم عصای خود را بر سنگ بزن. آنگاه 12 چشمه از آن جوشید و هر گروهی آبشخور خود را دانست و گفتیم از روزی الله بخورید و بیاشامید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. و به یاد آورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز تاب تحمل یک نوع غذا را نداریم، پس پروردگار خیش را بخوان تا از آن چه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. موسی گفت آیا چیزی را که پست تر است به جای چیز بهتر جایگزین می کنید؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به شهری فرود آیید زیرا آنچه که خواستید در آنجا برای شما هست و مهر ذلت و بینوایی بر آنان زده شد و سزاوار خشم الله گردیدند، چرا که آنان به آیات الله کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در حقیقت کسانی که خالصانه به اسلام ایمان آورده اند و آنان که یهودی شدند و مسیحیان و سابعان، هر که به الله و روز قیامت ایمان بیاورد و کاری شایسته انجام دهد، پاداششان نزد پروردگارشان است. نه ترسی خواهند داشت و نه اندوهگین میشوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم آنچه را به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید، باشد که پرهیزگار شوید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. سپس شما بعد از این روی گرداندید، پس اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود از زیانکاران بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیگمان از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کردند آگاه شده اید.
پس ما به آنها گفتیم بوزینه‌هایی خار و رانده شده باشید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پس این کیفر را عبرتی برای مردم آن زمان و نسل‌های بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. و به یاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت الله به شما دستور می‌دهد که گاوی را ذبح کنید. گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت به الله پناه میبرم از اینکه از نادانان باشم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از الله خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه گاوی است. موسی گفت الله می‌فرماید آن گاوی است نه پیر و نه جوان بلکه میان سالی بین این دو باشد. پس آنچه را که به شما دستور داده شده است انجام دهید. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد رنگش چگونه است. موسی گفت الله می‌فرماید آن گاو زرد پررنگی است که رنگش بینندگان را شاد می‌کند. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه تا چگونگی آن گاو را از هر جهت برای ما روشن سازد، زیرا مشخصات این گاو هنوز برایمان مبهم است و ان شاء الله با توضیحات تو هدایت خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی گفت وی می‌فرماید آن گاوی است که نه برای شخم زدن رام شده و نمیتواند برای کشتزار آب کشی کند، بی عیب است و یک رنگ و در آن هیچ رنگ دیگری نیست. گفتند اینک سخن درست آوردی. سپس چنان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند و نزدیک بود که این کار را نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و به یاد آورید هنگامی که فردی را کشتید، آنگاه درباره او به نزاع پرداختید و الله آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس گفتیم پاره‌ای از گاو را به مقتول بزنید، الله این گونه مردگان را زنده می کند و نشانه های خود را به شما می نمایاند، باشد که اندیشه کنید.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سپس دلهای شما بعد از این اتفاق سخت شد، همچون سنگ یا سخت تر، زیرا که برخی از سنگ ها می شکافد و از آنها نهرهایی جاری می شود و برخی از آنها می شکافد و آب از آن خارج می شود و برخی از ترس الله فرو می افتد و الله از آن چه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا امید دارید که یهودیان به آیین شما ایمان بیاورند با اینکه گروهی از آنان سخنان الله در تورات را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند حالان که علم و اطلاع داشتند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون. و چون با مؤمنان ملاقات کنند میگویند ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت میکنند میگویند چرا مطالبی را که الله برای شما بیان کرده برای مسلمانان بازگو میکنید تا روز قیامت در پیشگاه پروردگارتان بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمیفهمید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا نمیدانند که الله آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. و برخی از آنان بی سوادانی هستند که کتاب الله را جز مشتی خیالات و آرزوها نمی‌دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که با دست خود می نویسند سپس می گویند این از جانب الله است تا آن را به بهای اندک بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند
آتش دوزخ جز چند روز محدودی هرگز به ما نخواهد رسید. بگو آیا از نزد الله پیمانی گرفته اید که الله هرگز خلاف پیمانش نکند؟ یا چیزی را که نمیدانید به الله نسبت میدهید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آری، هر کس که مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند، آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. و به یاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز الله یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم سخن نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی پشت کردید و روی گردان شدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خونهای همدیگر را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید و شما بر آن پیمان گواهی می‌دهید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. پس از آن همین شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و به گناه و ستم علیه آنها به یکدیگر کمک می‌کنید و اگر بعضی از آنان به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می‌گیرید و آنان را آزاد می‌کنید و حال اینکه بیرون کردن آنان بر شما حرام بود. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آیا به بخشی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می‌آورید و به بخشی کافر می‌شوید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی و خواری در این جهان نخواهد بود و در روز قیامت به شدیدترین عذاب گرفتار می‌شوند و الله از آن چه انجام می‌دهید غافل نیست.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند، پس عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. همانا به موسی کتاب دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی پسر مریم معجزه ها و دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد در برابر او تکبر کردید؟ پس گروهی را تکذیب کرده و گروهی را کشتید. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. و آنها از روی تمسخر گفتند دلهای ما پوشیده و در غلاف است. چنین نیست، بلکه الله به سزای کفرشان لعنتشان کرده است، پس بسیار کم ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله علی الکافرین. و هنگامی که از طرف الله کتابی برای آنان آمد که تصدیق کننده چیزهایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران میدادند که با کمک آن بر دشمنان پیروز گردند، با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند. لعنت الله بر کافران باد. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. به چه بهای بدی خود را فروختند که از روی حسد به آنچه الله فرستاده بود کافر شدند، که چرا الله از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد وحی نازل می کند. پس به خشمی پس از خشم دیگر گرفتار شدند و برای کافران عذابی خفتبار است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. و چون به آنها گفته شود به آنچه الله نازل کرده است ایمان بیاورید، میگویند ما به چیزی ایمان میآوریم که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر میشوند، در حالی که آن سخن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با خود دارند.
بگو اگر راست میگویید و مؤمنید پس چرا پیامبران الله را پیش از این میکشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. و به راستی موسی معجزه ها و نشانه های روشنی برای شما آورد. آنگاه شما پس از وی گوساله را برای پرستش انتخاب کردید در حالی که ستمگر بودید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم و گفتیم آنچه را به شما داده ایم محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و دلهایشان بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد. بگو ایمانتان چه فرمان بدی به شما میدهد اگر مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای قوم یهود اگر در نزد الله سرای آخرت ویژه شماست نه سایر مردم، پس اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا هرچه زودتر به این جایگاه دست یابید. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ولی آنها به خاطر آنچه از کفر و نافرمانی پیش فرستاده اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به ستمگران داناست. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. و قطعاً آنان را حریص‌ترین مردم حتی حریص‌تر از مشرکان بر زندگی خواهی یافت. هر یک از آنان دوست دارد 1000 سال عمر کند، در حالی که اگر این عمر دراز به او داده شود او را از عذاب دور نمی کند و الله به آنچه می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن الله است، زیرا او به فرمان الله قرآن را بر قلب تو نازل کرده است که تصدیق کننده کتاب‌های آسمانی پیش از آن بوده و برای مؤمنان هدایت و بشارت است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کسی که دشمن الله و فرشتگان او و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل باشد
پس بداند که همانا الله دشمن کافران است. ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به درستی که ما نشانه های روشنی بر تو نازل کردیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. آیا چنین نیست؟ هرگاه آنها پیمانی با خدا و رسول بستند گروهی از ایشان آن را دور افکندند؟ آری، بیشترشان ایمان نمی آورند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هنگامی که فرستاده ای از سوی الله به سراغشان آمد که با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که به آنها کتاب آسمانی داده شده بود کتاب الله را پشت سر افکندند، گویی از حقیقت هیچ نمی‌دانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و از آنچه شیاطین در عهد فرمانروایی سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند و سلیمان هرگز دست به سحر نیالود و کافر نشد، ولی شیاطین که کفر ورزیدند به مردم سحر آموختند و نیز از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی کردند و آن دو فرشته به هیچ کس چیزی یاد نمیدادند مگر اینکه قبلاً به او میگفتند ما وسیله آزمایش هستیم، پس با به کار بستن سحر کافر نشو. پس آنها از دو فرشته چیزهایی میآموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند، حالان که بدون اجازه الله نمیتوانند به وسیله آن به کسی زیانی برسانند و چیزی میآموختند که به آنان زیان میرسانید و سودی نمیداد و قطعاً میدانستند که هر کس خریدار و در پی آن باشد در آخرت بهره ای نخواهد داشت. و چه بد و زشت بود آنچه خود را به آن فروختند اگر میدانستند. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزکاری می کردند،
پاداشی که نزد الله هست برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که از پیامبر برای درک آیات قرآن درخواست مهلت می کنید، نگویید راعنا، بلکه بگویید انظرنا و دستورات را بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. کافران از اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان خیر و برکتی بر شما نازل گردد، در حالی که الله رحمت خود را به هر کس که بخواهد اختصاص می‌دهد و الله دارای فضل بزرگ است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. هر آیه ای را نسخ کنیم یا از دل مردم بزداییم و فراموشش گردانیم، بهتر از آن یا همانندش را می‌آوریم. آیا نمی‌دانی که الله بر هر چیز تواناست؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی‌دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و جز الله سرپرست و یاوری برای شما نیست؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می‌خواهید از پیامبر خود همان چیزی را درخواست کنید که پیش از این از موسی خواسته شد؟ و کسی که کفر را به جای ایمان برگزیند مسلماً راه راست را گم کرده است. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار گردید، از روی حسدی که در وجودشان است آرزو دارند که شما را بعد از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس شما عفو کنید و درگذرید تا الله فرمان خیش را برای جهاد با آنان صادر نماید. همانا الله بر هر چیزی تواناست. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. و نماز برپای دارید و زکات بپردازید و هر کار نیکی را که برای خود از پیش می‌فرستید آن را نزد الله خواهید یافت. یقیناً الله به آنچه می‌کنید بیناست.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین. و گفتند جز یهودی یا مسیحی هیچ کس هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوهای باطل آنهاست. بگو اگر راست گویید دلیل خود را بیاورید. بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری، کسی که مخلصانه روی خود را تسلیم الله کند و نیکوکار باشد، پس پاداش وی نزد پروردگارش محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین میشوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند مسیحیان بر حق نیستند و مسیحیان نیز گفتند یهودیان بر حق نیستند، در حالی که آنان کتاب آسمانی را می‌خوانند. همچنین کسانی که نمی‌دانند سخنی همانند آنان گفتند. پس الله روز قیامت در مورد آنچه که با هم اختلاف داشتند میان آنان داوری می‌کند. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کیست ستمکارتر از آن کسی که از بردن نام الله در مسجدها جلوگیری کرد و در ویرانی آنها کوشید. شایسته نیست که آنان جز با حال وحشت و ترس وارد این مساجد شوند. بهره آنان در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت عذاب بزرگی است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن الله است، پس به هر سو رو کنید روی الله آنجاست، همانا الله گشایشگر داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. و یهودیان و مسیحیان و مشرکان گفتند الله برای خود فرزندی برگزیده است، منزه است او، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان بردار اویند. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. او پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید تنها به آن میگوید باش، پس می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم یوقنون. و آنان که نمیدانند گفتند چرا الله با ما سخن نمیگوید یا چرا معجزه و نشانه‌ای برای ما نمی آید. کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین گونه سخن می گفتند. افکار و دلهایشان همانند یکدیگر است. همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین دارند آشکار و روشن ساخته ایم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم. ما تو را به حق برای بشارت و بیم دادن فرستادیم و درباره دوزخیان از تو پرسیده نخواهد شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اینکه از آیین آنان پیروی کنی. بگو بی تردید هدایت راستین هدایت الله است و یقین بدان اگر پس از دانشی که به تو رسیده است از هوسهای آنان پیروی کنی در برابر الله هیچ دوست و یاوری نخواهی داشت. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم و آن را چنان که شایسته است می‌خوانند ایشان بدان ایمان می‌آورند و کسانی که به او کافر شوند پس بیگمان ایشان زیانکارانند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و نیز این که من شما را بر جهانیان معاصرتان برتری بخشیدم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند. هیچ گونه تاوان و فدیه از او پذیرفته نمی شود و شفاعت او را سودی نمی دهد و یاری نمی شوند. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. و به یاد آورید هنگامی که الله ابراهیم را با سخنانی مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف آزمود، پس او همه را به خوبی به انجام رسانید. الله به او فرمود همانا من تو را پیشوای مردم قرار می دهم. ابراهیم گفت و از فرزندانم نیز پیشوایانی قرار بده. الله فرمود عهد و پیمان من به ستمکاران نمی رسد. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و یاد کن هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت حاجیان مشتاق و جای امنی برای مردم قرار دادیم و مقرر کردیم که مقام ابراهیم را نمازگاهی برای خیش انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل وحی کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. و به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن بگردان و اهل آن را، یعنی کسانی از ایشان که به الله و روز قیامت ایمان آورده اند، از میوه های گوناگون روزی ده. الله فرمود و هر کس که کافر شود اندکی بهره‌مندش میسازم، سپس او را به عذاب آتش میکشانم و چه بد سرانجامی است. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و به یاد آورید هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگارا از ما بپذیر، همانا که تو شنوای دانایی. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگارا ما را فرمان بردار خود قرار ده و از فرزندانمان امتی فرمان بردار خود پدید آور و آداب عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر، به درستی که تو توبه پذیر مهربانی. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه گرداند، همانا که تو پیروزمند حکیمی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد جز کسی که خود را به نادانی افکند، و به درستی که ما او را در دنیا برگزیدیم و همانا او در آخرت از شایستگان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت تسلیم پروردگار جهانیان شدم.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین سفارش کردند و هر کدام به فرزندان خیش گفتند ای فرزندان من، الله این آیین را برای شما برگزیده است و از دنیا نروید جز این که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت بعد از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، الله یکتا را می پرستیم و ما تسلیم او هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که درگذشتند، آنچه که کسب کرده اند برای آنهاست و آنچه کسب کرده اید برای شماست و شما درباره آنچه آنان می‌کردند بازخواست نخواهید شد. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید. بگو بلکه از آیین ابراهیم پیروی می‌کنیم که یکتا پرست بود و هرگز از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به الله و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردید و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و به آنچه که به پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان آورده ایم و در میان هیچ یک از آنها فرق و جدایی قائل نمی شویم و ما تسلیم الله هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر آنها نیز به آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند قطعاً هدایت یافته اند و اگر پشت کنند پس جزی نیست که آنان در ستیزند. پس به زودی الله شر آنها را از تو دفع خواهد نمود و او شنوای داناست. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة
ونحن له عابدون. رنگ الهی و دین او را بپذیرید و چه کسی خوشنگارتر از الله است و ما تنها او را می پرستیم. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا درباره الله با ما مجادله می کنید؟ در حالی که او پروردگار ما و شماست و کردار ما از آن ما و کردار شما از آن شماست و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان او یهودی یا مسیحی بودند در حالی که تورات و انجیل پس از این پیامبران نازل شده است؟ بگو شما داناترید یا الله؟ و کیست ستمکارتر از آن که شهادتی را که از جانب الله در کتاب‌های آسمانی درباره این پیامبران آمده و نزد اوست کتمان می‌کند؟ و یقین بدانید که الله از آن چه می‌کنید غافل نیست. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. به هر حال آنها امتی بودند که درگذشتند. آنچه که کسب کرده اند برای آنهاست و آنچه شما کسب کرده اید برای شماست و شما درباره آنچه آنان می‌کردند بازخواست نخواهید شد. إنها